داستان اول. مردی که شبها وارد خانه می شد. زمستان 1398. حومه مشهد. هوا سرد بود، آنقدر سرد که بخار نفس‌ها در خانه هم دیده می شد. خانواده رادمنش تازه به این خانه ویلایی نقل مکان کرده بودند. خانه قدیمی با دیوارهای سنگی و پنجره‌هایی که به باغچه پشتی باز می‌شد. پدر، مادر و 2 فرزند نوجوان به نام آرمان و نیکی. شب اول همه چیز آرام بود، اما از شب دوم نیکی گفت که صدای قدم‌هایی از پایین شنیده. پدر گفت شاید صدای لوله‌ها باشد، اما شب سوم آرمان هم گفت که صدای کشیده شدن چیزی روی زمین را شنیده. مادر نگران شد، اما پدر هنوز باور نداشت. شب چهارم ساعت 2:40 بامداد صدای جیغ کوتاهی از طبقه پایین آمد. همه از خواب پریدند. پدر با چراغ قوه پایین رفت. هیچ کس نبود، اما روی فرش کنار در ورودی رد پای گل‌آلودی دیده میشد. رد پا فقط به داخل بود، نه به بیرون. پدر در را قفل کرد، پنجره ها را چک کرد. همه بسته بودند، اما حس بدی که در خانه پیچیده بود. نیکی گفت بابا یکی اینجاست، من حسش میکنم. شب بعد پدر تصمیم گرفت دوربین مخفی نصب کند. یک دوربین کوچک در گوشه سالن رو به در ورودی. همه خوابیدند. صبح پدر فیلم را بررسی کرد. ویدیو چیزی را نشان میداد که هیچ کس انتظارش را نداشت. ساعت 2:37 در ورودی آرام باز شد. مردی با لباس سفید، قد بلند، صورت پوشیده با پارچه سیاه وارد شد. بی صدا مستقیم به گوشه سالن رفت نشست. هیچ حرکتی نکرد، فقط نشسته بود. ساعت 5:10 بلند شد، به سمت در رفت و ناپدید شد. پدر شوکه شد، پلیس را خبر کرد. مأمورها آمدند، فیلم را دیدند، اما هیچ نشانه از ورود غیر مجاز نبود. قفل‌ها سالم، هیچ رد پای بیرون از خانه نبود، فقط داخل. پلیس گفت شاید کسی کلید داشته، اما خانواده تازه وارد بودند، هیچ کس کلید نداشت. پدر تصمیم گرفت شب بعد بیدار بماند. ساعت 2:30 چراغ‌ها خاموش. پدر با چاقو پشت مبل نشست. ساعت 2:37 در آرام باز شد. همان مرد، همان لباس، همان سکوت. پدر از پشت مبل بیرون پرید. مرد برگشت، اما صورت نداشت، فقط سیاهی بود. پدر چاقو را پرت کرد، اما مرد ناپدید شد. پدر به سمت در دوید. بسته بود، قفل بود، هیچ کس نبود. صبح خانواده تصمیم گرفتند خانه را ترک کنند، اما شب آخر نیکی گفت اون مرد دیشب کنار تختم نشسته بود، فقط نگاه میکرد. نمیتونستم تکون بخورم. خانواده خانه را ترک کردند، اما تا امروز هیچ کس نفهمید آن مرد کی بود، یا چطور وارد میشد، یا چرا فقط نگاه میکرد. داستان دوم. خانه شماره 9. زمستان 1395. شهر زابل، محله قدیمی، سرچشمه. خانه شماره 9 سالها خالی بود. دیوارهای ترک خورده، پنجره‌های با شیشه‌های شکسته و در چوبی که همیشه نیمه باز بود. مردم محل میگفتند این خانه نفرین شده، اما هیچ کس دلیلش را نمیدانست.
تا اینکه خانواده سهرابی تصمیم گرفتند آن را اجاره کنند. پدر، مادر و دختر 16 سالهشان به اسم رها، آنها از تهران اومده بودند. دنبال آرامش و زندگی ساده بودند. شب اول صدای تق آمد، آن هم از سقف. پدر گفت شاید موش باشد. شب دوم صدای خنده کودکانه از زیر زمین شنیده میشد. رها گفت بابا اینجا کسی است. پدر با چراغ قوه به زیر زمین رفت. تاریک بود. فقط یک اتاق کوچک با دیوارهای نمزده، اما روی دیوار با زغال نوشته بود من هنوز اینجام. شب سوم رها گفت که کسی در خواب با او حرف زده. صدای زنانه آرام که می گفت تو شبیه منی، نرو. مادر نگران شد. پدر گفت شاید استرس جابجایی باشد. اما شب چهارم اتفاقی افتاد که همه چیز را تغییر داد. رها ناپدید شد. صبح تختش خالی بود. پنجره باز بود. هیچ رد پایی نبود. پلیس آمد. جستجو کردند. هیچ نشانه‌ای نبود. فقط در زیر زمین روی دیوار نوشته بود او حالا با من است. پدر دیوانه شد. شبها در خانه میماند با دوربین، با ضبط صوت، اما چیزی نمیدید. فقط صداهای ضبط میشد. صدای خنده دخترانه، صدای گریه زن، صدای کشیده شدن پا روی زمین. یک شب پدر تصمیم گرفت در زیر زمین بخوابد. ساعت 3:10 بامداد صدای در آمد. کسی وارد شد. صدای پا، صدای نفس. پدر چشمهایش را باز کرد. زنی با لباس سفید، موهای بلند، صورت تاریک، بالای سرش ایستاده بود. زن گفت تو هم باید بیای. پدر جیغ زد. زن ناپدید شد. صبح پدر گفت باید خانه را ترک کنند، اما مادر گفت رها هنوز اینجاست، من حسش میکنم. شب بعد مادر در زیر زمین خوابید. صبح ناپدید شد. پلیس دوباره آمد. هیچ نشانه‌ای نبود. فقط روی دیوار نوشته بود او هم شبیه من بود. پدر تنها ماند. خانه را ترک نکرد. هر شب با دوربین، با ضبط صوت، با دعا. اما صدا بیشتر شدن. خنده، گریه، زمزمه، تیغ. تا اینکه یک شب در ویدیو دیده شد که دختر و مادر با لباس سفید کنار زن ایستادند. همه بی حرکت، همه بی صدا. پدر گفت اونا منو صدا میکنند، باید بروم. صبح خانه خالی بود. آن روز هیچ کس وارد خانه 9 نشد، اما شبها صدای خنده دخترانه از پنجره شکسته هنوز شنیده می شود.